باران دیشب، گرمی امروز. دیشب یک رقم باران بود، شما خودتان دیدین. بلخ و مزار. بلخ و مزار. چند سال میشه اولین هستی؟ لگه 10 سال میشه. 10 سال میشه. گرمی است، به خاطر از گرمی و چیزی که خودت گفته بود برات نمیخرم، اما یک چیز دیگه را برات میخریم. لیمو. لیمو؟ ضد گرمی است. ضد گرمی. چند گفتی؟ 30-50. 30-50. چند روز بعد بخیر سعی کن اینجا بیایم گلدان باشه، این طرف هم کاشی باشه. خوش آدم یک استاد شو بخیر یک چند عکس بگیره. خبر داره که اینجا چی جور میکنه؟ اینجا رو مدیران میگم مثلا اینجا چی میشه؟ گلدان میشه، این طرف خوشکاری میشه. بیانوزم اونجا بچهای مکتب هستن. ساعت چند است؟ شاید تازه رخصت شده باشن. از صنف 4 گرفتگی تا صنف 9 را. با صنف 10 11 12 چای صبح هستم. چای صبح است. بله. چهارم هستم. چهارم؟ بله. کدام مضامین زیاد دوست داری؟ مضامین انگلیسی را دوست دارم. الله، این بچهای دوران مکتب است، ما دیگه یه چیز برش نمیگم. شما خودتان میفهمید که در دوران مکتب این شوخی ها هست دیگه. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. امیدوارم که همه‌تون جور و صحت و سلامت باشین و روز بخیر آغاز کرده باشین و بخیر و بدون کدام واقعه الهی به پایان رسانیده باشین. کسایی که سفر دارن سفرتون همیشه بی خطر باشه و کسایی که عملیات دارن خداوند عملیاتتون رو بخیر پیش سر بگذارد. باران دیشب، گرمی امروز. دیشب یک رقم باران بود، شما خودتان دیدین. کالای سیاه رو پوشیدیم امروز، ولی از پوشیدن کالای سیاه بخیر پشیمان شدیم. یک رقم گرمی. همین هوای مزار خو واقعا بسور نیست، هیچ کس هم تضمین کردن نمیتونه. یادتان است که در ماه مبارک رمضان در چهار اطراف نمی سرکای فرعی مزار شریف بازارها غلطک میشیشتن. در اون روزا برشان اگه 20 افغانی میدادین که یک بار تا اونجا رو ببر ولی اگه میبردن. حال سعی که یک دانه هم نیست. یارا گمش کن. چه بالا است. ما را به خدا بازی دادن. اگر راست چه بگیم ما را به اون وضعیتشان بازی دادن. در چوک کمال نبیزاده هستیم. در اینجا وطنان عزیز ما کلشون پنچرمین است فکر میکنم. این پنچرمین هم از شماست؟ همین موترتان اگر پنچر شده نمیجا بیارین. یا پنچر شوه یا هوایش اگر کم باشه این نمیجا بیارین. پنچریتان هم میگیره، هوایتان هم فول میکنن. به هر صورت ما امروز یک گزارش میگیریم، باز یک جای یک سفر داریم بخیر. ببینیم که سفر ما کجاست، حتما باز از اون سفر شما آگاه هم میشین. خلیپا حتما موترش خراب شد. خلیپا موتر تا چی شده؟ چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر و خیرات. نامتان؟ نام مذهبی ولاستا. در کدام لاین هستی؟ لاین بلخ و مزار. بلخ و مزار. بله. چند سال میشه لاین هستی؟ لگه 10 سال میشه. 10 سال میشه. چند پیره میری روزی؟ یک پیره دو پیره؟ برابری است دیگه. برابری است؟ بخیر باشین. هوا میتوالی؟ هوا میتی؟ هوایش چند 35 است یا 40؟ 35 و 40. پیشوری 35 است، پشت سر 40. از خاطر پرسان کردیم ما یک سفر داریم، گفتم موتر هوایش باید یک پرسان بکنیم. سلامت. جان سلامت، سلامت خانه آباد. میریم اون طرف، همراه شما پس باز در تماس میشیم. با یه هموطن ما یک 2 سال پیش مصاحبه کرده بودم. 2 سال پیش. حالا میرم همکارم برگفت یک چیز برای ما بخرم، خواه میخرم و تو وعده داده بودیم. گرمی است، به خاطر از گرمی و چیزی که خودت گفته بود برات نمیخرم، اما یک چیز دیگه را برات میخریم. کجا شد وطندار؟ سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر و خیرات. یادت است که 2 سال پیش آمده بودم؟ بله. 2 سال شد خریم. 2 سال 3 سال شد. 2 سال شد. نامتان؟ شفیع محمد. شفیع جان هنوزم همینجا هستی؟ شکر بله. خدا. شکت والا. لیمو است یا مالتا است چی است؟ لیمو هم از مالتا هم است. مالتا چند است؟ لیمو چند است؟
لیمو 30-50 مالت 100 روپا. والده گرمی امی لحظه که خوب گرمی هم است، ما هم کالای سیاه پوشیدیم، کدامش میپاره؟ لیمو. لیمو؟ ضد گرمی است. ضد گرمی. چند گفتی؟ 30-50. کدامش برات بگیرم؟ 2 دانه 50 خیلی بگیریم. چند بجه آمده بودی شفیع جان؟ اگه 8:30 9 بجه بود. 9 بجه. تا چند بجه خود باز تا خفتنام هستی فکر میکنم؟ 7 بجه هستی. 7 بجه را. بله. تا 7 بجه را. نمک چیزا میندازی یا خالص است یا شکر میندازی؟ شکر میندازی تو شکر میگی نمک میگی؟ نه شکر مینداز. باش. شور و شیرین شو. راستی روزانه چه خبرت میمونه که میخرج تا میکشی یا نه؟ روزانه 300-400 میمونه. لا شکر لا شکر. اگر 400 خیلی نمیاد من میگم تا 2 سال نخواد ادامه میدادی. همین خرج خودت میکش خوب است. باز اینا را از خودت از کجا میخری؟ از مارکت میخریم. مارکت میرین؟ بله. خودت میری پشتش؟ بله. به گرمی خوب میپاره. 1-2 گلاس رو شجاع میکنم که همکار مرا بیچاره را آتاب نزنه، ما را هم نزنه که در گرمی مزار هیچ اعتبار نیست. بینیدای عزیز اگر نه هنوز مای حمل است، ثور هنوز هم داخل نشده، جوزا کجاست، سرطان کجاست، اسد کجاست، باز وقتا ما با شما حتما گپ میزنیم. بینندگان عزیز، از این جاده شاید زیاد شما عبور کرده باشین و رفته باشین به طرف محکمه ابتدایه و محکمه استناب یا سارنوالی خو اینجا راست یا با ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی یا دروازه مقام ولایت. امیل اعظم شاروال صاحب امین شو بود از این پروژه نظارت میکرد، حوصله نداشتن، ما با زیاد شله نشدیم که امراشون مصاحبه بکنیم. گفت دفتر بیا از اونجا اطلاعات براتون میتونم. خیلی خسته شدیم. به هر صورت اینجا فکر میکنم گلدان میشه. از اینجا قسمی که شما در تصویر میبینید این طرف در زیر درخت ها کاملا گلدان و سرسبز یا ساحه سرسبز ایجاد میکنن و این طرف هم شاید کاشی بگیرن. تغییرات خیلی گسترده در حال آمدن است در شهر مزار شریف. یعنی شاروال صاحب هم تأثیر آمدنش برای شهروندان مزار شریف نشان داده که چگونه فعالیت هایشان را ادامه میدهند. ما واقعا از برنامه به این طرف همراه برنامه تیم شاروال طالب با کدام برنامه ها نرفتیم. میترسیم که باز همراه همون نفر سر نخوریم که باز مورد انتقاد شما قرار نگیریم. از این خاطر زیاد همراهشان حالا در تماس نیستیم. به هر صورت باز هم اگر پروژه مهم باشه که به نفع مردم باشه، باز اگر ما دیگه قصیش نیستیم، حتما باز میریم اونجا سر میزنیم. از این جایی که امیل اعظم وطنان عزیز ما کارم میکنن، کارگرای عزیز ما کارم میکنن، ما چند تصویر برای شما میگیریم، باز هم تو بالا میریم دیگه، از پیش مقام ولایت تیر میشیم دیگه، اون باز کامرا رو خاموش میکنیم که خدا نخواسته کدام مشکل برای ما ایجاد نکنه. میریم بخیر. بینندگان عزیز، ما پیشتر متوجه بودیم اینمی کاکا نام خود خوب کلنگ میزد و او کاکا خوب بیل میزد. از همین کلنگ زدن و بیل زدنش فهمیدیم که نفرای پخته کارگر است، حتما زیاد کار کرده. کاکا سلام علیکم. علیکم السلام. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ شب روز بخیر میگذره؟ فضل خدا بخیر میگذره. نامتان؟ نام ما ذکر الله. چند سال میشه که کار میکنی؟ 4-5 سال میشه کار میکنم. خب پیش از او کار نمیکردین؟ پیش از این کار دیخانی بود. دیخان. در کجا دیخانی میکردین؟ در ایسوف. در ایسوف سمنگان. از در ایسوف هستی؟ بله. چند روز میشه اینجا کار میکنی؟ اینجا تقریبا یک هفته میشه. یک هفته میشه. خبر داره که اینجا چی جور میکنه؟ اینجا مدیران میگن مثلا اینجا چی میشه؟ گلدان میشه، و طرف کاشکاری میشه. این طرف کاشی میشه، طرف گلدان میشه. کدام ریشه میشه؟ خو نامد ریشه درخت. ریشه درخت هم اومدم، ریشه درخت هست.
ریشه درخت هم میگیرین یا نه؟ نه ریشه درخت قد نمیکنیم تو. سرش خاک انداختین؟ بله. بله. تا چند بجه را کار میکنی؟ از 7 بجه صبح شروع است تا 5 بجه بیگاره. تا 5 بجه بیگار؟ بله. یک رخ کلنگ میزنی یا در نوبت است یا کلنگ باز دوم میته چه رقم؟ نه کلنگ در دست ماست بیل در دست ازوز. کار کلنگ زرا ثقیل نیست؟ بله سخت است. نسبت به بیل کرده. به بیل کار سخت است. بیل واس خوب است آسان است. خوب است مقصد دیگه کار است کار کار است دیگه. کار که کمر بسته کردی باز نگو که این کلنگ است بیل است. این آسان سختی. هر روز کمر شکن است. بله. خانه آباد سلامت باشین. بخیر باشین. تشکری میکنم از اینا که زحمت میکشن خانهشان آباد که هم یک پول چارنان پیدا میکنن و هم در رابطه با آبادانی وطن خود سهم میگیره. 2 نفر کلنگ میزند 2 نفر اون خاک میندازه. باقی کاکاس کجاست؟ کاکا سلام علیکم. نکش. خوب هستین بخیر صحتمند خیر و خیرت. نام شما؟ اسم محمد قاسم. محمد قاسم. شما از کجا هستین؟ ما از سراسر محمد قاسم جان. میر قاسم جان اون طرف. قرار سراسر ولسوالی چمتال هستیم. رفتیم خوب جای است. رفتیم اونجا. چند روز میشه اینجا کار میکنی؟ اینجا تقریبا فعلا یک 6 از رمضان در خود رمضان کار کردیم. یک 4 میشه اینجا کار میکنیم. اول تایم کار ما شروع میشه تا 5 بجه. از همین بیا زدنت فهمیدم که خوب کارگر پخته هستی. چند سال میشه کار بیل میکنی؟ کار بیل ما 6 سال میشه خرید مشوار کار میکنم. ما جو کارای تو شرکت در قریه هم یک کار میکنی؟ در قریه هم کار میکنم. در قریجات ما که از باغ است، باغ انگور است. جویش میکنه، جویش میگیره، راشش میگیره، پشتیش میگیره. ما هم بیادر جیسه قرباندیش بلد است. قرباندی جوی کنی جوی تاق همش بلد است. همش بلد است. ما خوش هستی که هم در وطنت هستی هم کار میکنی هم در آبادی وطن سهم میگیری؟ شگاه خوش هستیم که در آبادی وطن سهم میگیریم کار میکنیم. هم یک لقمه نان حلال پیدا میکنی؟ نظافت شور چی خوب است دیگه. نظافت هم جزء ایمان است. چند روز بعد بخیر سعی کن اینجا بیایم گلدان باشه، این طرف هم کاشی باشه. خوش آدم یک استاد شو بخیر یک چند عکس بگیره. گلدان چور میکنیم با کاشی میشه. موزاییک خوبش میشه. با سعی که اومده بعد نزدیک سعی که بسیار خوب معلوم میشه. حالا به نظر خودت بیل کارش آسان است یا کلنگ؟ کلنگ بیل دما بیخی عادی شده. از کار میکنیم عادی شد. کلنگ هم خوبه بیل هم کار میکنیم دما کارگر هستیم. دما چی نمیگه. تشکر زنده باد. خانه آباد سلامت باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. بیننده عزیز از مقام ولایت و از محکمه سناب گذشتیم. ما گفتم که حال سر کسی هم تصویر بد نخوره. آمده میشه به این طرف لیسه استقلال است. مکتب هم شروع شده. یک زمانی آمدم در این لیسه استقلال بچه‌ها شاگردای مکتب البته بسیار ما را اذیت کرده بود بیش از حد. دیگه امروز ببینیم که خدا ناخواسته که باز ما را اذیت نکنه. نه 12 بجه شاید کلگشون رخصت شده باشه. طرف دور بخورم کار. بیان اونجا بچه‌های مکتب هستن. ساعت چند است؟ شاید تازه رخصت شده باشن. ساعت اکثر کنم ساعت 12:30 اصلی رخصت شده. 12:30 بجه است فکر میکنم که رخصت شده. شاید بعد از 6 تایم بعد از 6 بیه باز میرم امروز اونا. امروز یک دو تایش اگر یک ذره کنترل کرده تا رسیم امروز حتما امروزشون مصاحبه میکنیم. بریم دیگه میریم اون طرف. پیش لیسه استقلال هستیم. بیا که با میوطن هموطندارم که چپلی کباب پخته میکنه. یک چند لحظه صحبت میکنیم که چقدر مردم از پیشش فرار میته چپلی کباب. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند خیر خیرت. نامتون؟ امان الله. امان جان چطور اذیتت خونه میکنه بچه‌ها؟ نه. بچه شاگردای مکتب؟ این یک روز زمان دست پیش برده باشه پیسه نداده باشه؟ نه داده پیسه نداده نه تا پیسه. چند سال میشه که اینجا چپلی کباب پخته میکنی؟ 1 سال میشن. 1 سال؟ چند بجه اینجا سر بیروبار زیاد میشه؟ ساعت 1 بجه. 1 بجه؟ 1 بجه کدام تایم نو میاد یا رخصت میشه؟ میره داخل میره بچه‌ها داخل میره؟ بله و 8 بجه چطور است؟ 8 بجه ما نمیم دیگه جا هستیم. دیگه جا هستی؟ چند بجه اینجا میای؟ ساعت 12 بجه. 12 بجه؟ 12 تا 1. روزانه چه میمونه برات امون جون؟ 200 میشه. 200. ها 300. موادش کجا تهیه میکنی؟ ما در خانه جوری. در خانه؟ یک دفعه میری بس است یا 2 دفعه 3 دفعه سرگردان میشی؟ هم یک دفعه بس است.
گفتی یک سال میشه که کار چپلی کباب میکنی؟ یک سال میشه. یک سال. دانش چند است خوب چپلی کباب؟ 5 افغانی. دانش 5 افغانی است. بیا. بچه هاست از تایم یک بجه تایم چند تا چند میسیم؟ چند میسیم؟ 10 11 12 می یا بچه های اسیم 6 میه؟ 6 تا میه؟ چه حال داریم؟ اینجا بیا خوب است بخیر. بعد از 6 میه یا پیش از 6؟ بعد از 6 سنف چند هستی؟ صنف 9 سنف 9. نامتان؟ عبدالجلیل. جلیل جان از بعد از 6 سنف 9 10 11 12 میه؟ نه از صنف 7 از صنف 4 گرفتگی تا صنف 9 را. با سنف 10 11 12 تایم صبح هستم. تایم صبح است؟ بله. چند نمره است؟ ما دیگه تا حال حاضری ها صحیح جور نشده مقصد نام به حاضری است دیگه. کدام مضامین دوست دارید در مکتب؟ کلگیشه. کلش؟ بله. نه مثلا خود ما ریاضیش دوست ندارم. نه ما دوست داریم. دوست داری؟ بله. بخاطر انگلیسی ریاضی اکثر مغز قوی خیره دیگه مغز قوی کار داره ان شاء الله دوست داریم کلگی مغز ما را دیگه. در عید گذشته کجا چکر رفتی؟ این دور پیشا رفتیم. از باغ نبر آمدی؟ نه از باغ نبر. خانه همسفیدتان رفتی یا نه؟ رفتیم خانه همسفید. شوخترین همسفید کی است نامش بگی؟ نامش دیگه چی کنم گرفتن نیست اینجا خارج است. خارج است؟ رفت. در کجا کدام کشور است؟ آلمان است. میبینه 100%. باشه. سلام برش تقدیم کن. سلام ما تقدیمش. بگیش ما را یک پرسان ما را بگو نمیکنی؟ میکنم پرسان بله. نه باید خودت ببره باز وقت پرسان میشه. ان شاء الله پرسان میکنم. مزاق خود موفق باشه. سلامت باشه. بخیر باشه. دیگه کی صحبت میکنه؟ احتیاط. بچه‌ها را ولی تکر نکنه خدا نخواسته. موتر است احتیاط کنین موتر است. این شاگرد این مکتب هم میخواد یک چند لحظه امروز ما صحبت بکنن. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر باشید. نامتان؟ جسور عظیمی. جسور عظیمی. صنف چندی مکتب هستی؟ صنف 9 هستم. صنف 9 مکتب هستی؟ چندم نمره هستی؟ 4 هستم. 4؟ بله. کدام مضامین زیاد دوست داری؟ مضامین انگلیسی را بسیار دوست دارم. انگلیسی میخونی یا نه؟ بله میخوانم. در کدام کورس؟ مسلم؟ ماه چندم است؟ ماه ششم. داینده میخوای چی شوی بخیر؟ داینده بخیر یک دکتر متخصص میخوایم. متخصص؟ بله. متخصص کدام بخش؟ جراحی داخلی عمومی؟ داخلی اطفال. داخلی اطفال؟ بله. موفق باشه. سلامت. او بچه شوخی نکنه. الله این بچهای دوران مکتب است ما دیگه یه چیز برش نمیگم. شما خودتان میفهمید که در دوران مکتب این شوخی ها هست دیگه. بینندگان عزیز از شاگردای مکتب اکثریت طرف آمدیم که زیاد اذیت ما نکنن. برشان احترام داریم چون وقتها رو خودمان پشت سر گذاشتیم و شاید شما هم پشت سر گذاشتن باشید. مطمئن هستم باورمند هستم. باز پانتون که آمدید دیگه باز شرایط فرق میکنه، اصول فرق میکنه، هر چی فرق میکنه. مکتب دیگه مکتب است. میقدر شوخی خود دارد. به هر صورت ما نمیگم که شوخی نکنه. بان بکنه وقتی شوخی شه مثلا باز کلان شه باز خود دیگه کاش که در مکتب شوخی میکردیم. به هر صورت از شما یک تشکری ویژه میکنیم. تا برنامه بعدی که ما حیات الله اسحاقزاده در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.